اسم این شعرم هست روی چی باید نوشت. روی چی باید نوشت؟ روی سردی این شیشه ها، پنجره هایی که بسته هستند. بیاین بازشون کنیم، رو به بیرون نگاه کنیم. از توی دلمون دانه ای رو که کاشته ایم آب می دهیم. این خونه دل منه، دل منه که باید تمیزش نمود و گرد و غبار رو از اون زدود. این پنجره هم مثل من و شما تنهاست. اون هم به جز این دیوارها کسی رو نداره. بهشون برسیم. بیا تا به هم دیگه بیاییم برسیم به خودمون، به خونه دلمون که از خون پر شده، با این هوایی که اکسیژن داره، یه مقدار هم دود و غبارش رو پس بزنیم. این پنجره هم زندانیه، پشت این میله ها هم سردن و هم تنها. پس هر کدام به نوعی با تنهایی، به تنهایی در جدالیم. جدال در سکوت چه بی صداست. یا میم الف دال ر. چهار گوشه ذهنم رو هم در فکندی. کجا رفتی؟ من را شاهد به خود گذاشتی و ترکم نکن. همینجا بنشین تا یک نفر بیاید. من موتوری رو دیدم که رفت. من به این اسیرم. تنهایی به مهمانی خلوت من آمده. با تو، با شما که آنجا فاصله‌ای کم دارید از این خطوط سیاه آمیخته به درد، به ناله نرسیده در یک ماشین کنار خیابان، به یک موتوری. رنگ ها هم نیستند، رفتند خونشون. کجایید؟ بیایید اینجا. من که هستم. پنجره کثیف با میله های سرد و لرزه گوشنواز این شیشه همدلی همگی هستند. با سپاس.